سلام بینندگان عزیز. امروز جمعه 9 اوگوست است و ساعت به وقت شهر پراگ رسیده. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب میتوانید تماشا کنید. المازبек اتنبویف پرزیدنت پیشین قرقیزستان با حکم دادگاه پروامای شهر بشکک تا روز 26 اوگوست به حبس گرفته شد. اتنبویف برای اشتراک در جنایت و کروپسیا متهم دانسته می شود. پرزیدنت پیشین را در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی نگاه می دارند. اتنبویف پرزیدنت پیشین قرقیزستان 8 اوگوست و در روز دوم عملیات نیروهای امنیتی و پلیس بازداشت شد. روز اول عملیات ناکام بود. در جریان آن یک افسر امنیتی کشته و 10 نفر زخمی هم گردیدند. اتنبویف بعد از یک مذاکرات با نماینده مقامات به بیرون برآمد و تسلیم شد. در همین حال آموربک بابانوف رهبر حزب ریسپوبلیکا رقیب پرزیدنت کنونی سارانبای جینبکوف قرار است امروز از مسکو به بشکک برگردد. صحنه سیاسی قرقیزستان پس از حبس پرزیدنت پیشین چگونه خواهد شد؟ در برنامه اخبار این موضوع را بررسی میکنیم. شام 8 اوگوست تابوت 4 مهاجر تاجیک که در یک صدمه نقلیاتی در شهر ریزن روسیه به هلاکت رسیدند به دوشنبه آورده شد. جسد 2 نفر دیگر شبانه به دوشنبه انتقال یافت. همکاران ما در فرودگاه شهر دوشنبه بودند، با نزدیکان و پیوندان فوتیدگان صحبت داشتند. نزدیکان مهاجران میگویند گرانی نرخ بلیط هواپیما آنها را مجبور کرده است که به واسطه نقلیات به وطن برگردند و در نتیجه به چنین صدمه‌های فاجعه بار دچار می‌آیند. ارزش سفر به روسیه با واسطه هواپیما بیش از 2000 سومانی و توسط اتوبوس یا ماشین‌ها از 500 تا 750 سومانی است. بیننده ارجمند گزارش همکاران ما را از فرودگاه و انتقال جسدها به آنها را در برنامه اخبار ببینید. دادگاه شهری دوشنبه روز 8 اوگوست به محاکمه 4 افسر میلیسه ریاست کارهای داخلی پایتخت شروع کرد که به شکنجه ساکنان ایبدار دانسته می شوند. دادستانی کل معاون سردار شعبه کافتوکاو جنایی در ریاست امور داخلی دوشنبه و 3 نفر کارمند دیگر این نهاد را در شکنجه کردن یک جوان متهم می کند. این 4 کارمند میلیسه در دادگاه اظهار داشتند که به شکنجه و لطوکوب دست نزدند و بیگناهند. تفصیلات این موضوع را هم در برنامه اخبار آزادی خواهم داشت. گزارش نوی سازمان ملل متحد در مورد پیامدهای تغییرات اقلیمی میگوید برای کاهش گرمایش زمین، بهبود منبعهای آب و امنیت مواد غذایی باید استعمال گوشت کاهش یابد. به نظر می رسد که حالا در تاجیکستان درباره این مشورت سازمان ملل متحد بسیاری ها اطلاع ندارند. بنابراین در عرفه تجلیل عید قربان که در تاجیکستان روز 11 اوگوست جشن گرفته می شود، نرخ گوشت از 40 سومانی گرانتر شد. در شرایط گرانشوی نرخ گوشت ساکنان استعمال گوشت را کم می کنند و یا نه در برنامه اخبار خواهم گفت. گزارش دیگری هم داریم. فدراسیون فوتبال افغانستان تاجیکستان را میزبان بازی‌های تیم ملی جهت برگزاری بازی‌های مرحله مقدماتی قهرمانی جهان 2022 و جام ملت‌های آسیا 2023 انتخاب کرده است. منتخب افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی در شهر کابل بازی‌های خانگی‌اش را برای بار دوم است که در خاک تاجیکستان برگزار می‌کند. تیم ملی افغانستان بر اساس قرعه کشی مرحله مقدماتی قهرمانی جهان 2022 که از 14 تا 22 سپتامبر امسال دایر می‌گردد در گروه ی با دسته‌های بنگلادش، عمان، هندوستان و قطر رقابت خواهد کرد. برگزاری مسابقات فوتبال افغانستان در شهر دوشنبه برای تاجیکستان چی معنا خواهد داشت در برنامه اخبار بررسی می‌کنیم. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا نوگانی دیگری روی داد، حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی در شبکه اجتماعی یوتیوب و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی همراهی کنید.